یو گایز چطورید بچه؟ آرسام اف هستم و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل آرسام اف. رفقا امروز اومدیم با هم رنکاپ کنیم. رنکاپ که نیست دیگه، اومدیم این چالش انجام بدیم. چالشمون اینه باید با کمپری به هیرو یه ستاره برسیم. نگاه اینقدر رنکاپ کردم تا بالاخره 5 تا Oh my god! کلا 5 تا فاصله داریم دیگه، بریم به هیرو یه ستاره. اما یه شرط داره، باید با چالش کمپری بریم. مثلا میریم داخل خونه بزرگه بیماساکی، میریم رو فکتوری، میریم رو کلک تاور. خلاصه باید با کمپری آخرین رنکاپ انجام بدیم. دوستان اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، کامنت بذارید و دنبال کردن یادتون نره. بریم واسه این ویدیو جنجالی. لیتس گو. خب دوستان بفرمایید اینم از لابی اون 45 نفر اومدن. حالا که با هم تنها شدیم یه نظر واسه صدای بازی رو کم کنم باتون حرف بزنم. آقا پیکو برداشتن در جریان هستی داخل این آپدیت. گارنا کلن داره دارم اینو میگم کلن داخل فری فایر پیکو برداشته. حالا خدا کنه فکتوری کلک تاور رو بر نداره که کلن همه پلیرها دیگه باید فری فایر خدافزی کنن. خب بریم واسه ادامه ویدیو. لیتس گو. خب بریم گفتیم چالش کمپری رو زمینه مثل اولین بار بریم بیماساکی. سعی میکنم وینم بشم. انا مثلا 10 نفر آخر میمونه داخل زونه بعدی هستیم، از خونه پایین میام میریم که همه رو جر کنیم. امیدوارم حالا کسی اینجا نمید دیگه، اینجا پاتوق ماه. خب به یه نفر اومد تا داداش برو گم شو نه این بالا اوکی. بعدش آقا داشتم واسه تو میگفتم فری فایر داخل این آپدیت جدیدش چه کاری کرده. به نظر من خوبه. مثلا کنید الان 47 نفر نگاه هی اضافه میشه هی کم میشه. چطوره مثلا شما میمیرید اون بالا ریوایور رو میبینید، اون قلب کوچیک بغل سکه اون هر موقع تموم میشه دیگه نمیتونید خودتون رو ریو بدید. ولی اگه داخل اون زمان باشید مثلا نیکی ناکتون میکنه واسه یه بار فقط میتونید باز به بازی برگردید و مثلا پلی بدید. به نظر من چیز خوبیه، ولی گارنا دیگه کلا داره بازی رو چرت و پرت میکنه. آره داخل زون هم هستیم ولی داخل زون دوم نیستیم، زون اول هستیم. خب یکم دیگه بگذاره. نگاه کن الان داره تموم میشه ولی نگاه هی میبازن هی برمیگردن. اگه یه بار ببازی بعد دوباره به داخل بازی دیگه نمیتونی بیای. الان 45 نفر شدن. نگاه 45 شد 46. به نظر من اینطور خوب نیست. لاغره که باید 3 بار بزنی تا کلن بمیره. خب یکم دیگه بگذره. رفاق نگاه اون پایین کن. انمیه نگاه چقدر کوچولوه از این بالا. نگاه کمپر بدبخت. Stop it. Get some help. بابا عجب فایتو درگیری این بالا. زوم کنم روش. نگاه من نظرتون کی میزنه؟ من میگم همین یخمشکی میزنه. اوه چه درگیری بدی شده. چقدر این بالا کیف میده. در بیا دیگه الان میزنه میکشد. آقا دیدی سیاه فرار کرد. دلو زد به دریا فرار کرد. اون یکی اوه یه نفر کشت. اون یکی پاش اومد زدش. این بالا انگار خدایی. نگاه من خودم. چقدر کیف میده این بالا. فایت و درگیریشون تمام نشد فکر کنم. آقا دارن تیراندازی میکنن. آقا ما بخواهیم اینجا مثلا کسی نیست. برای همین کشمیر آوردم که مثلا میفتیم پایین هم دمیج باشه هم بهمون قارچ بده. آقا تمام نشد این درگیری چرت و پرتتون. آقا رو به این وری باید باشیم. نگاه فکر کنم اون همه رو کشت.
بای بای. 25 نفر موندن. آقا اگه دوست دارید باز هم از این جور ویدیوها بذاریم حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو دنبال کنید و کامنت هم یادتون نره. عشق دوستان. و حتما واسه دوستانتون یا هر کسی، پدر مادر، هر کسی که فری فایر بازه واسش بفرستید تا یه حمایت هم از ما بشه. آقا 25 نفر موندن، چرا کم نمیشید شما؟ ماشاءالله یکی کمپرتر. بریم واسه یه آقا نشد ویدیو ادامه شد. آقا البته آقا داشتم میگفتم یارو MP40 داره 3 نفر 4 نفر زده. نگاه همین پایینی که اومد پوتو نمیدونم چیه، فکر کنم 6-7 نفر زدن. پوتو الان میام پدرتو میارم جلوی چشمت. بس دیگه 19 نفر هم موندن، زونم تموم شده. ببینیم داخل زون بعدی هستیم یا نه. اوه داخل زون بعدی نیستیم. پایین حالا قرار شد تا 10 نفر بمونیم ولی 20 نفر موندیم. آقا مکیت بزنیم. آقا بودو گانلوت کن. بودو اینم دوستان راستی اگه میخوای پینگ خوبی داشته باشی، مثلا از 100 تا 200 تا 300 نره، به این آیدی که این زیر می‌نویسم پیام بدید و VPN رو میتونید خریداری کنید. وای یه نفر دیگه. به نظرم با M4 کشتمش. پینگ هم خیلی خوبه. بهتون گفتم اگه میخواید از این VPN رو خریداری کنید حتما به این آیدی که این زیر می‌نویسم حتما پیام بدید و تهیه کنید واسه خودتون. آقا ما اینا رو بندازیم. بگیر رو بعد اندازیم باشه. بریم واسه نفر بعدی. تازه 1 کیل هم زدیم. دوستان برای تهیه این VPN ویتورینگ میتونید داخل آیدی تلگراممون پیام بدید و پینگتون داخل فری فایر بین 100 تا 200 هستش و سریع هم واسهتون وصل میشه. بفرمایید سریع وصل میشه. اگه خواستید به این آیدی زیر پیام بدید. امیدوارم اون یاری اینجا باشه. فایت درگیری کلا جنجالی بود. تو همینه منی. لوت باکس شبیه منه. به مشاهدت کردم. خوبه مشاهدت کردم. راش اینو بکشم. وای حاجی نتونستم بکشمش. سگ دهنش. آقا یه لایک هم بهم بدیم و ببینیم رسیدیم به هیرو یا نه. بله رنکمون هیرو شد و 37 هم بمون داد. از پشمام فکر میکردم خیلی کمتر بده. 37 بمون داد. پس میشه با کمپری رنکاب کرد. آقا اینم از 4 که به هیرو رسیم. جواب چیزا هم برداشت کنیم و بریم واسه خدافزی. من این چرت و پرتا رو باد. به همه اینا رو داد. آقا عشقی. خب دوستان بریم واسه خدافزی. خب دوستان اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت و فالو یادتون نره. حتما یوتیوب و آپارات ما رو دنبال و سابسکرایب کنید تا یه ویدیو دیگه و یه چالش دیگه. خدایا نگهدار شما دوستان.